این داستان تأثیر مراقبت درست. روزگاری توی یه روستا کشاورزی زندگی میکرد که اسمش ماهادو بود. ماهادو گاوی داشت که هر روز مقدار زیادی شیر میداد. او شیرها رو میفروخت و با پولش زندگی میکرد. یه روز گاو ماهادو مریض شد و دیگه شیر نداد. ماهادو با خودش فکر کرد که این گاو دیگه نمیتونه شیر بده. بنابراین اون رو برد در جنگل و همونجا رها کرد. گاو به خاطر طبیعتی که داره